یه بار واسه همیشه طوری اعداد یاد بگیر که هیچ وقت از ذهنت نره. سلام علیکم و عساکم خیر انشاءالله. مبحث اعداد توی زبان عربی از اون مباحث فوق‌العاده آسونیه که به دلیل تفاوت کوچولویی که با زبان فارسی داره گاهی اوقات یه عده رو دچار سردرگمی میکنه. توی این ویدیو قراره به این تفاوت بپردازیم. ببینید 1 تا 10 توی زبان عربی تنها راهش اینه که یاد بگیرید، یعنی هیچ قاعده و شاکله خاصی نداره. تنها راهش اینه که تکرار کنید، اونقدر تکرار بکنید، اونقدر توی موقعیت‌های مختلف ازشون استفاده بکنید که ملکه ذهنتون بشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. بریم سراغ 11 تا 19. چطوری تلفظ میشن؟ 11 12. این دوتا رو فقط به ذهنتون بسپارید. 11 و 12. بقیهش ترکیب گذشته هاست. 3 چی میشد؟ 3. حالا یه تاش به آخرش اضافه کنید. 13. حالا گاهی اوقات 13 هم تلفظ میشه. 4 چی میشه؟ 4. تاش اضافه کنید. 14 15 16 17 18 و 19. این هم به همین راحتی. یه تاش به آخرش اضافه کردیم. فقط تو ذهنتون باشه اون دوتای اول تاش آخرش اضافه نمیشه. نمیگیم 11، میگیم 11. 12 چی میشد؟ 12. بقیه همه آخرش تاش. خب حالا اینجا ابتدا دهگانا رو با هم دیگه کار کنیم. 10 چی میشد؟ 10. 20 چی میشد؟ 20. دوباره از 30 به بالا یعنی تا عدد 90 همون اعداد 1 تا 10 رو دوباره لازم داریم. 3 چی میشد؟ 3. یک یونون آخرش اضافه کنین. 30 40 50 60 70 80 90. 100 حالا باز جریانش جداست. پس چی شد؟ 10 20 30 40 50 60 70 80 و 90. خب حالا میخوایم اعداد رو بسازیم. ما توی فارسی چی میگیم؟ میگیم 25. 25. اول 20 رو گفتیم بعد 5. همه یه تفاوتی که توی عربی وجود داره همینه. جای یکان و دهگان عوض میکنن. 20 چی میشه توی زبان عربی؟ 20. 5 چی میشه؟ 5. اول 5 رو میگن بعد 20. 25. یه نکته مهم اونجا دقت کنید. واو وسطش رو بگین. دیدین توی فارسی میگیم 25 نمیگیم 25، میگیم 25. اون وسطش مهمه که واو باشه. توی عربی هم همینه. یعنی اگه ما بگیم 25 یعنی 5 20 تفاوتی نکرده، باید اون واو وسطش باشه. 25. خب 40 چی میشه؟ 40. 5 چی میشه؟ 5. 45. 45. 70 چی میشه؟ 70. 3 چی میشه؟ 3. جابجا کنین. 73. 90 چی میشه؟ 90. خود 9 چی میشه؟ 9. جابجا کنین. 99. همه نکته کار همینه. یکان و دهگان جاشون عوض میشه. خب همونطور که دیدید مبحث اعداد فوق العاده آسونه. همه ماجرا توی 2 تا نکته خلاصه میشه. نکته اول اینه که اعداد 1 تا 10 رو کامل مسلط بشید. کامل ها. نکته دوم اینه که از 20 که شروع میکنید تا 99 جای یکان و دهگان عوض کنید. این 2 تا نکته رو که رعایت کنید کل اعداد واسهتون یه آب خوردن میشه. خب اگه میخواید که این مباحثی که گفتیم همیشه دم دستتون باشه که هر وقت خواستید مرور کنید حتما این پست رو سیو بکنید. نوبت شماست که جمله بسازید. این 3 تا عددی که میگم رو توی کامنت ها به عربی بنویسید. عددیشو که ما نوشتیم حتما نوشتاریشو بنویسید. 45 به عربی چی میشه؟ تو کامنت ها بنویسید. 83 به عربی چی میشه؟ تو کامنت ها بنویسید. 96 به عربی چی میشه؟ توی کامنت ها بنویسید. موفق و سلامت باشید. امیدوارم که از این پست استفاده کرده باشید. یا علی.